تو ببینم اگه در نبود من یه دختر اینقدر بهت نزدیک بشه چیکار میکنی؟ ای مرسی عشقم. بابا معلومه کجای بیا دیگه رو صد وایسا. بابا نکن زشت جلوی مردمی کارا چیه میکنی؟ اشکالی نداره. بابا نکن دیگه میگم نکن دیگه. بچه اومدن خونه فامیلمون، حالا بیا ثابت کن که صدای اینه. حاجی می اومدی تو داخل تو هوا گرم قربونت برم مادی کار. حاجی دوست دخترم داره میاد دوستشم باش. صبر کن. یعنی ارزش دختر از ما بیشتره؟ بگو ارزش دختر از تو بیشتره. تو تخم چشم نگاه کن بگو ارزش دختر از تو بیشتره. ارزش دختر از تو بیشتره. بزن. دورت بگرد. خودم هم میگم. یالا. ببین به نظرم این رابطه دیگه فایده نداره. برای هر دومون بهتره که زودتر جدا شیم. حق باشه و اصلا نفرت نمی‌کنم. ولی علی بزنه به کمرت ایشالا سقط چی ایشالا بمیر. آقا ببخشید جونم چند؟ حالا مکان از شما باشی 300 از ما باشه 500. بیشور آب و دستمالو میگم. شرمنده من حقیقت چون شغل قبلی چیز دیگه ای بوده ذهنم اونجا همگی کرده. دستمال 50 آب 20 تومن. راستی شغل شما چی بوده قبلا؟ من حجامت در محل انجام میدادم. آها فکر کردم